مسلمانی در گفتار است یا کردار یا هر دو همه دادی وطن خواهی میزنند اما نمیدونن. گپی نماینده حکومت همین خیلی است. نماینده حکومت در سود دعوای آگنتی را دستگیری کرد. یعنی ما طرفدار اون هستیم که شهردار بیکار کرده شود. در اونجا در حقیقت ورزشگاه مثلا ساخته شود. ما با ورزشگاه نیاز داریم. یعنی که در آخر میگوید که نه ما این مقصد نداریم، ما مرام نداریم، مردم بگذار کار کنن، مردم بگذار به جای کار تامین باشد. رفتاری و یا ببینید که رفتاری که ویا کرسادیان به همون گفتارشون عموما درست ناماده ایستاده است. یعنی طلب یک چیز است. سویمون که بازار ایواز کرده شود. آدم‌ها را ایجا گیرن کوچونن همون ورزشگاهی که دایش که لازم نیست همون ورزشگاه که عموما مبلغی ندارن که بسازن یک بلنگو را گیرن مونن همین قدر گپ است. بعد اینجا شما اشاره به اون کردید که یعنی دعوای آژانسی کاملا رد کرده شود چون اون یعنی مؤسسه تعلیمی نیست به همین دلیل اطراف همین هم میگفتیم. یکم مثلا ما اوی دیگه گفتیم که آگنتی حقیقتا در اساس قانون جمهوری توسان درباره آگنتی نظارت بالی و موضوع به کمیته جمهوری توسان ماده 19 نامبر کردیم. حقوق پیشنهاد کردن عرضه دعواگیر دارد. نیک آگنتی نه در همه موارد خود داره. اگر آگنتی در رفت سنجش تحقیق میکرد معین میکرد که با منفعت‌های دولت ضرر مادی رسیدگی است ضرر مالیوی رسیدگی است برای برقرار کردن این ضرر رسانده شده میتونه سود مراجعه کنه. در اینجا هیچی نیست. همه را مقرر میکنن میبینن یگام اساس نیست فقط یک چیز میگن که اجازه حکومت جمهوری توسان بود. ما طلبات ما 208 کد گردش جمهوری توسان نشون دادیم که از سال 1999 تا امروز من از زیاده از 15 سال گذشته است در 15 سال حکومت جمهوری توسان یگام ناراضگی از فروش این ابیک نکرده. یعنی وای ریزا است که قدر انداز کرده ایستادن جاهای کوری است مردم کار کرده ایستادن مردم مثلا سیاست سویکوری و غیره مثلا پیش برده ایستادن. ما گفتیم که عرضه دعواگیر از این جهت اومد خطا شد دیو و یا قانون به تکیه میکنن در قانون میگن که ما مولت دعوا را نگذراندیم. اونا مالک نیستن فراموش میکنن که از سال 1999 حقوق مالکیت داره را گم کرده هستند. یعنی ویوبا مدت 3 ساله دعوا است. اگر دعوا تا سال 2002 پیدا بشه با دکبر 2002 سود میسان میتونست موارد بررسی کنه. این چی است؟ بعد سیون و وقتی قانون به تکیه کردنی میشن گفتنی هستن که مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی مکتب عالی علمی تکنیکی کسبی را اگر همین ابیکتا باشد و یا فروختن ممکن است به اجازه حکومت جمهوریوی. بالون که این ابیک گفتیم یک کلوب عادی است. تو مثال آوردیم کلوبی که در جا آدم‌ها سیگارت میکشن در جا پیوا می‌نوشن در جا مثلا قهوه می‌نوشن این یگام چیز نیست. برای این دعوا عموما نادرست است. درباره قانونی قبول شدن 5 می سال 2007 اینجا یک مسئله را اینا مونده بودن که قانون جمهوری توسان درباره ورزش و تربیت جسمانی را پیشنهاد کردن. در طلبات قانون اوی دیان گفته شده است که من بعد یعنی بعد سال 2007 اگر یکم ابیکت نو ساخته شود باید که ابیکت‌های نو در جای ساخته شوند که در اونجا ابیکت‌های ورزشی داشته باشد. یعنی کدام اگر فرض میکنیم وزارت میشن کمیته دولتی میشن مکتب انشاءات چیزی که بسازن باید که حتما همین گونه ابیکت‌های وای داشته باشد ورزشی. و اگر ابیکت‌هایی که ویران کرده شوند باید که اول ابیکت‌های ورزشی ساخته شود بعد ویران شود. ما گفتیم که این قانون با اینجا دخل داشته نمیتونه. برای چی؟ سال 1999 عصر 20 فروختن سال 2007 عصر 21 قانون قبول کردن. ماده 4 کد گردش جمهوری توسان میگه که قوه برگرداننده ندارد قانونی گردشدنی. یعنی این قانون بعد سال 2007 عمل میکنه. از اینجا این نکته بیرون علاقه نادرست است. بعد یک چیز دیگر یکی از اساسهای بیکار کردن و یا چی نشون میدن میگن که در همون شرطنامه خرید فروش نوشته شده است که بینای سابق یا کمیته ورزش فروخته شده. برای چی میگن کلمه سابق خواندن؟ ما گفتیم از حالت اونی که کلمه سابق خواندن یگام چی تغییر نمییابد. همه در معلومه که ماس همینجا فروختن ماس مبلغ برای همین گرفتگی. اگر میگیم که دو تا یا سه تا بینام میبوده این بحث نظر پیدا میشه که نه این ورزشگاه نفروختن فلان ورزشگاه مرکزی را فروختن یا فرضاً ورزشگاه مثلا پخت‌آباد فروختن اونجا بحث پیدا میشه. اینجا خیلی بحث نیست. بعد یک چیز دیگه شما اشاره کردید که یعنی نمایندگان مقامات در برابر دعوای خود یگان برنامه لایحه یا اصلا مبلغ برای چی میگن بنیاد ورزشگاه این چیزا پیشنهاد نکردند و هدفشون تنها سویمول. اگر چنین باشد فکر میکنید حکم چگونه خواهد بود؟ اوری از سیاسی یا که قرارداد سیاسی میکنم که سود در زیر تاثیر عامل‌های سیاسی قرار دارد. سود میترسد که من دعوای وی رد کنم اگر پاسپورت وی را از کار میگیرم و یا مثلا به جای کار میمونن دیگر بنابراین خودتون ببینید که همون مثبت سود چه خیلی بود. وقتی که مذاکرات سودی گذشت ما در مذاکرات سودی فهمیدیم دادیم که وقتی لقمه پرتایی با نمیگه شما این گپ نزنید میگه و آگنتی را باز نمیداره. یعنی ببینید که برابری طرفا رو ویران داره. یا ببینید که وقتی که حکومت مراجعه میکنه میگه من خواهش دارم ما میگیم میبخشید چخش ما خواهش داریم که اونجا خواهش دارم درست نیست. روز شنبه حتما میبینید بعد ابی
میشود سیتواسیون شما مقرر کنیم میبینیم من اما همین چیزاش علاقه میبینیم که قانون ویران شده یا ببینید طلبات ما در سعودی کنسل ما نشان دادیم گفتیم که ارزش بازرگانی رو باید سود مقرر کنند سود این چیز مقرر نکرد یعنی تشخیص تعیین نکرد تو کوزیف اکرام میگفتن اگر در اون رفاه سعودی شما باشید متخصصی مولشناس ساختمانشناس دیگر و اوی دیگه گفت سود من همیشه فشار میده مرا مجبور میکرد تستر گفت سود چی با منفعت داره یعنی همه این نشون میده که همین حالت بعد تو